تیپ سوالای ADH که وقتی که طرف ADHش بالاست یا وقتی ADHش پایینه چه اتفاقی توی به غلظت مایع توی کلیه داره میفته و کجا بیشترین اسمولاریتی داره، کجا کمترین اسمولاریتی داره. همیشه اصلا من خورد که با اینکه کلیه و کلا رنال من خیلی قوی به نسبت بود، برای همین اومدم این رو برای خودم پرینت گرفتم. یکی از عکسای توی یوبورد که توی های ADH و لو ADH نوشته. خیلی این عکس به من کمک کرد. هر وقتی که خیلی قاطی میکردم دوباره اومدم بهش نگاه میکردم. بعد از چند بار ریویو متوجه این داستان شدم که به هر حال هر چقدر ADH بالا هر چقدر پایین باشه، همیشه almost always بیشترین اسمولاریتی رو ما اینجا داریم، توی پایین لوپ هندل داریم که اگه بیسیک رو بخونید و در بازجذب اورم همینه که داره کمک میکنه بهمون که حالا اگه که ADH بالا باشه این 1200، اگه پایین باشه 60 و کمترین اسمولاریتی رو ما همیشه اینجا داریم. توی DCT داریم، early DCT داریم که 100 و همیشه PCT 300. هر چقدر ADH بالا باشه چه ADH پایین باشه ما همیشه توی PCT با 300 داریم روبرو میشیم. این که همیشه چه ADH بالا باشه ADH پایین باشه یه سری چیزها، یه سری جاهای کلی اسمولاریتی یکسان داره به من خیلی کمک کرد که بازی سوال با ADH بالا و پایین من رو به غلط نندازه و خیلی جاها این دیگه باعث شد اشتباه نزنم.